در دفاعت ای وطن تا زنده ام خدمتگرم، در دفاعت ای وطن تا زنده ام خدمتگرم. اندر ره آزادگی در قلب دشمن خنجرم، اندر ره آزادگی در قلب دشمن خنجرم. به نام خداوند بزرگ و توانا که انسان را اشرف مخلوقات خطاب نموده و بر وی قوه سخن گفتن را عطا کرد. درود بر روان پاک ناجی بشریت، صدر بدر کائنات، فخر موجودات، جناب بزرگوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که با ظهورش زنجیر جهالت را از پای بشریت برکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم نخست تشریف آوری شما بزرگواران اهل مجلس، حضار گرامی، متفکران، دانشمندان، اندیشمندان را به این محفل پرشکوهی که سال تعلیمی 1398 می باشد خوش آمدید و خیر مقدم گفته و از بارگاه الله عزوجل خواهان موفقیت های تک تک شما عزیزان هستم. قبل از اینکه اراده سخن بدارم جا دارد که اتحاف دعا نمایم برای تمام شهدای کشور که در نبردهای سخت با دشمنان وحشی صفت جانهای شیرینشان را از دست دادند. از خداوند لاعزال برایشان جنت الفردوس و برای بازماندگانشان که در کل عموم مردم افغانستان را در بر میگیرد صبر جمیل استدعا می‌دارم. اینجا ضیاء الحق بدر فرزند محمد جمعه متعلم صنف 12 مکتب لیسه نعمان، من هم میخواهم که به نوبه خود چند دقیقه مختصر راجع به علم وارد صحبت شوم. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت، با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. خداوند جل جلاله همه اشیا را به تقدیر خاص آفریده است، اما در بین افعال و کردار علم را مقام عالی بخشیده است. از آفرینش حضرت آدم علیه السلام تا زمانی که ما امروز زندگی میکنیم علم مقام خویش را حفظ کرده و خواهد کرد. چنانچه خداوند جل جلاله در قرآن عظیم شان میفرماید: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا برابر هستند آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند؟ هرگز برابر نمی باشند. پس این مطلب را آیات مبارکه واضح می سازد که باید به انسانان دانا و فهمیده به دیده قدر نگریست. همان علم بود که خلافت زمین را به حضرت آدم علیه السلام عطا کرد. علم است که به واسطه آن می توان اهل خویش را از شعله آتش سوزان نگه داشت. علم است که به واسطه آن می توان به آن قله موفقیتی که در زندگی خود تعیین کرده ای به آن برسی. اگر خواهی سعادت دانش آموز، اگر خواهی سعادت دانش آموز، شوی تا بر مراد خویش پیروز. هوای عیش و نوش از سر بدر کن، به سن کودکی کسب هنر کن. گر آموزی هنر اندر جوانی، کنی در وقت پیری کامرانی. دانشمندان اهل قلم سه افعال است که بعد از مرگ با انسان هم سفر می شود: علم نافع، صدقه جاریه، اولاد صالح. تأکید پیغمبر ما جناب بزرگوار حضرت محمد مصطفی بگویند صلی الله علیه و سلم بر علم است. چنانچه می فرماید: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. ما امروز رو شاهد این صحنه هستیم که جامعه ما به چنان نابسامانی و دگرگونی های مختلف در حالت اوج خود است. جوانان ما در راهات انحرافات روان هستند. دلیل این همه دگرگونی ها چی بوده میتواند؟ همه شما دانشمندان دیدگاه های مختلف دارین، اما از دیدگاه من دلیل این همه دگرگونی ها بیسوادی و کنار رفتن از علم دانش می باشد. از راه ثواب اگر راهی تو جداست، آن راه که می روی بدان راهی خطاست. اندر ره حق بهترین راه بود، با علم برو که بهترین رهنما است. در پایان به نمایندگی مکتب لیسه نعمان رحمت الله علیه سال تعلیمی 1398 را به تمام معلمین عزیز و معارف دوستان تبریک گفته و از ابتکار رهبری مقام محترم ریاست معارف و آمریت محترم شهر ابراز سپاس و قدردانی می نمایم که کنفرانس های علمی را به خاطر رشد استعداد شاگردان در سال 1397 در مکاتب این ولا برگزار نمودند. علمیشان را اندازی نمایند. جوانده دوی افغانستان، دل دوی افغانستان، زنده باد افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.